سلام بچه چطورین؟ من قرمزی هستم به کانال جدید من، یعنی اسمش قرمزی که گفتم. خوش اومدید بچه. قرار پارت دوم ویدیو آموزشی بدیم. پارت اولش داره میاد. این ویدیو موضوع به بریچه. هر کی که بلد اسم ویدیو رو بنویسه که بقیه یاد بگم. من بریچ رو نمیگم. هر کی که درست حد بزنه تا ویدیو بعدی میارم و فالوش میکنم. پس بریم سراغ ویدیو. let's go. خوب اولین بریچ ما اونجایی که میخواد بزنیم اصلا کار ندارید. دو سه بلاک از اون چیزی که میخواین مثلا بزنی بیا فاصله بگیر. وقتی دو رو میزنی، من فقط فکر کنم با این سنس میشه، با همین چیزی که من داره بازی میکنم. باید دو رو بزنی همینجوری شروع. دو سه بلاک گفتش دیگه. آره بچه اینجوری بود، اینجوری. آره بچه اینجوری بریچو میتونیم بزنید. نخواهمون ایه نخواستم بچه این چی رو بزنم، اینو اوله. خب میریم مثل بریچ بعدی. خب بچه بریچ بعدی هیچ فرقی با این نداره. دو سه بلاک میریم اون ورتر، همون نسخه میگه همون بلاکی که میخواد بذارید مثل همونجا میذارید و ادامه میدید. حالا اینجا میپرید و دو هم میکنید. اینجا میپرید. بیچه خیلی سریعتریه و داخل بدوارز خیلی از همین استفاده میکنن. کلا از همین چی استفاده میکنن داخل بدوارز، مونکرافت یا بداک یا جاوا. فکر کن جاوا اینجا استفاده نمیکنه. و بریم واسه بعدی. خب بچه بعدی دیگه فرق میکنه. چون میگم بعدی، چون اینجا میذارین اینجا میشینی، اینجا میگیری با پا میشین. اینجا که چی کرد همینجوری میذاری. اینجا نشسته میتونین بذارین. چرا یک سره میافتم؟ پا شده میتونین بذارین، هر کاری میخواین کنین. و نشسته به نظرم برای اونایی که تازه میخوان بدوارز بازی کنن، خیلی خوبه. چه این نمیره واسه چه؟ و اونایی که تازه میخوان بدوارز بازی کنن خیلی خوب. مثلا توی که الان بدوارز شروع کردی میتونی خیلی خوب بیرش بزنی، ولی خیلی کنده. اینا زیاد واسه بدوارز انتخاب نکنی و این چیزا که من یاد دادم. بعدیش هم همین جوریه ولی یه جوری فرق میکنه. اینا میکنه این جوریه که پا میشید، دو رو میزنید، نگر میدارید، میذارید. حالا پا میشید. نه این باید سروایول باشه بچه. من از سروایول کنم و بیام. بچه حساب کردم میخواستم بیام بالا و اینجوری همونجوری که بهتون یاد دادم دو رو میگیرید و این دکمه که داره این دکمه این پایین بلاک میذاره رو میگیری، کلا نگه میده. اون بلاکی که کلا میذاره به کلا نگرش دارید و کل بدوارزا بتونه کلا نگه دارید. میای اینجا دو رو میزنید، حرکت میکنید. حالا اینجا اینجوری میپرید. خب امیدوارم که از این ویدیو خیلی بریچ ها یاد گرفته باشید. برای بدوارزتون خیلی عالی باشه. پس تا ویدیو بعد دنس هم ندارم، میخواستم بدرود بزنم.